دختر در لایو میایه فلانه عضو خصوصیشان باید نمایش میگذاره با ده ها فیلتر و آرایش و برعلاوه از یا 100 رقم دوزبانی کلمه خراب و حرف بد استفاده میکنه که اگه امروز هم کلام شوید حالت به هم میخوره وقتی که گپ خراب و توهین میکنن به مردم. و همزمان چند تا بچگکای ندیده میان دو گیفت میزنن و شیر میزنن و گل میزنن و رقابت دارن که تا این دختر به دست بیاره و این دختر کدام آدم مهم و بالا مرتبه جلوه بدن. او وقت دختری که خانواده داره از با اصالت از بهترین شخصیت داره، بهترین هنر داره، بهترین کرکتر داره و یک حیای خاص دخترانه که داره در افسردگی و تاریکی میمونه. اگر در مجازی بیایه بخواه یک سایت نقاشی یا سایت فروشات آنلاین یا کدام سایت خیاطی آنلاین باز کنه ولی 10 نفر ما و شما او لایک یا فالو بزنیم پیجشان. میگم چی شد که قدر معیارات ما را یک تعداد نفرها خراب ساختن؟ یعنی یک دختری که بیاد در لایو دو بزنه توهین کنه و خود به نمایش مردم بگذاره امو دختر ما مورد توجه قرار میدیم و قابل اعتبار نشان میدیم؟ آیا وقتی نرسیده که آدم ها را برابر ارزششان اهمیت قائل باشیم و قیمت گذاری کنیم؟ بیایم که امو دخترای بددهن به مو بچهای بددهن و بیادب بانیم. مبادا یک دختر پاک و شریف و با شخصیت و با هنر بیفته و این بچه ازش سوء استفاده کنه، دو زدن، بددهن بودن، بی اصالت بودن و امثال یا را تشویق نکنیم که یا الگو قرار بگیره در جامعه ما.